بعضی وقتا حس میکنم حتی اگه الان وسط نیویورک باشم بازم حالم خوب نیست. تا حالا این حس رو تجربه کردین؟ حتی وقتی که همه چیز درست پیش میره ولی تو همچنان حالت خوب نیست. امروز میخوام بهتون چند تا راهکار بدم که ممکنه کمکتون کنه برای وقتی که هیچ چیز حالتو خوب نمیکنه. چند قدم کوچیک که خیلی به نظرم موثره. دیسکانکت شدن برای مدتی، نه برای همیشه، حتی 1 ساعت. موبایل تو بذار کنار و بدون اینکه از خود توقع بازدهی داشته باشی میتونی فقط بشینی بدون اینکه کاری کنی. توی اون سکوت چی حس میکنی؟ یه کاری سخت واقعی بکن، یه چیزی نقاشی بکش یا با دستت چیزی بساز، حتی یه غذای سخت درست کن. وقتی مغزت از حالت راحت بودن در میاد دوباره میتونه حس کنه. با یک آدم واقعی یک مکالمه واقعی انجام بده. زنگ بزن به دوستت و از روزت براش بگو بدون اینکه دروغ بگی. مدیتیشن کن، فقط بشین و توی سکوت باش. سعی نکن چیزی رو درست کنی. این به مغزت کمک میکنه که از حالت حل مشکل مداوم بیاد بیرون. هر چی احساس میکنی رو بنویس، حتی اونایی که به نظر ضروری نیست. اگه خوندن دوباره اونا هم حالتو بدتر میکنه خب بندازشون دور. محتوای سنگین نگاه نکن. اگه همین الان احساس خوبی نداری چیزی نگاه نکن که حالتو بدتر میکنه. اینا ایده‌های خیلی کوچیک بود که ممکنه کمکت کنه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی منو سابسکرایب کن.